سه زوده‌ای دیگری تاجیکستان را که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شدند در زادگاه‌هایشان دفن کردند. مقامات شرح نمی‌دهند. منبع‌های رادیوی آزادی روز 23 دکبر گفتند که دو نفری آنها از بازداشتگاه و زندان و یکی با وعده گرفتن حجت در روسیه به میدان جنگ برده شدند. ایوب جان پیروفی 20 ساله یکی از این سه نفر به قبل نزدیکانش در زندان چلیابینسک ادای جزا می‌کرد. وی را 9 ایولی سال 2025 به جنگ بردند. با والدانش گفته است هیچ علاج نماند. به نقل نزدیکانش شهروندی روسیه را داشت و سال 2023 با گناه قاچاق مواد مخدر 6.5 سال زندانی شد. جسد زاده دیگری تاجیکستان عظمت سنگینوف را روز 16 دکبر از روسیه آورده در زادگاهش پنجکند به خاک سپاریدند. عظمت سنگینوف که برای کار به روسیه رفته بود سال 2023 برای نقض قاعده بود و باش دستگیر کرده به جنگ فرستادند. تاجیک دیگری در جنگ کشته شده غیرت بیگالیف 23 ساله از ناحیه همدانی را روز 13 دکبر دفن کردند. بیگالیف سال 2023 به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود. به نقل پیوندانش 3 ماه قبل پلیس روسیه او را برای درست نبودن حجت‌هایش دستگیر و در عوض رهایی پیشنهاد شرکت در جنگ اوکراین را داده است.